بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الذی لا ارجوه الا فضله ولا اخشی الا عدله ولا اعتمد الا قبله ولا امسک الا بحبله. من رضای مازندرانی هستم، متولد شهرستان گرگان. در تاریخ 27 همونجور که در یک کلیپی که تهیه شده بعد از عرض بنده مشاهده میکنین، در تاریخ تقریبا فکر میکنم 27 برج 6 شهریور ماه من به بازداشت در آمدم بدون هیچ دلیل قانونی و بدون هیچ بهانه‌ای و تنها به یک تماس تلفنی و یک قرار ملاقات فقط که بعداً جزئیاتش رو به طور کامل و مفصل توضیح خواهم داد. بعدش به حول و قوه الهی تونستم از دستشون فرار کنم. اما چرا این کلیپ و این که من کیم؟ قبل از اینکه بخوام خودم معرفی کنم باید مطلبی رو عرض کنم. اونم اینه که من خیلی صبوری کردم، خیلی خواستم این عمل رو انجام ندم و مشکل من در این سوی مرز به یک نحو دیگه حل بشه، اما با کارشکنی ها و با فشارهایی که به خانواده من آوردن و شایعه های کذبی رو که پخش کردن، من مجبور شدم که این کلیپ رو تهیه کنم و از این لحظه به بعد بدون هیچ واهمه‌ای و بدون هیچ دلواپسی تمامی جزئیات مأموریت هایی رو که من رفتم و از کل مأموریت ها و مأموریت های مخفی سرویس های دیگه که مطلعم بدون هیچ چشم داشتی اونو در رسانه های جمعی فاش میکنم. توی شهر شایعه شده که کلاهبرداری میکردم، نمیدونم باشگیری میکردم یا امثال. با این کارا کاری ندارم، اما میخوام یه موضوع رو عرض کنم. من رضای مازندرانی هستم، مأمور اطلاعات سپاه پاسداران با نام مستعار مختار. کد پرسنلیم چند رقم آخرش رو عرض میکنم 0212 و یک سری جزئیات، خیلی جزئیات از حکم‌های مسئولیتی که به نام من در سپاه پاسداران صادر شده که اینا فقط جنبه حسن نیت داره، نه چیز دیگه، برای مطالب خودم. کنشی رو خود جمهوری اسلامی شروع کرد و من فقط دارم واکنش نشون میدم و از این به بعد هیچ چیزی دیگه برای من مهم نیست. به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی، از هیچ عنصری فروگذار نمی کنم برای احقاق حق خودم و استیفای حقم. یک روزی باور ما این بود که داریم برای جمهوری اسلامی کار میکنیم. یک روزی باور ما این بود که داریم برای حکومت امام زمان کار میکنیم. یک روزی باور ما این بود که اگر هر کاری انجام میدیم برای مردم، برای امنیت مردم، مهم نیست این کیه، خانوادت، غریبه است، دوست، آشنا، هر کی باشه، برای امنیت نظام، برای امنیت مردم باید هر کاری رو انجام بدیم. ولی از امروز به بعد بحث فرق میکنه. از امروز به بعد برای احقاق حق خودم میخوام انجام بدم هر کاری و از هیچ عنصری در این مهم فروگذار نمی کنم. مأموریت های مختلفی ما رفتیم. یک نمونه حالا طبقه بندی عرض میکنم، ولی در ویدیو بعدی که از من منتشر میشه حتما جزئیات ذکر میشه. این فقط یک پیش زمینه ایه. بازجویی ویلا، در یک ویلایی یک قرار ملاقات باید انجام میشد بین دو شخص. شخص اول وارد شد، اعلام شد. شخص دوم که در مسیر بود داشت میومد، توسط نیروهای امنیتی یا حالا هرچی
مسدود میشه رفتش و من اونجا رفتم و من میدونم داخل اون ویلا چه اتفاقی افتاد. بیان میکنم 100%. موضوع تهران، مأموریت تهران، شمال تهران، موضوع صحرای ترکمن و انحرافات و فتنه هایی که توسط دستگاه امنیتی بین ترکمن ها برای فتنه انداختن داخلشون و حکومت کردن بر اونها و از بین بردن اتحاد اونها انجام میشه. شناسایی و سازماندهی زنان بدکاره و سازماندهی اونها توسط نیروی امنیتی برای یک سری تخلیه های اطلاعاتی توسط آنها برای یک سری اشخاص خاص، رصد کردن انتخابات و انحرافاتی که در روند انتخابات و تبلیغات انجام شد و کارشکنی هایی که توسط خود نیروهای امنیتی در میتینگ های تبلیغاتی، در ستادهای تبلیغاتی، در سخنرانی های تبلیغاتی و در کارناوال های تبلیغاتی که انجام میشد در دوران انتخابات 88. پرونده سازی های مجازی به بهانه فتنه 88 برای یک سری از اشخاص پرونده سازی های مجازی رو انجام دادن که باعث این شد که یک سری از نیروهای ارتشی با برچسب زنی هایی که از طرف نیروهای امنیتی انجام میشد عرضم به حضور شما به زور بازنشسته بشن یا اینکه حذف سازمانی انجام بشه. و اینکه اصلا اساس دست شکلگیری فتنه 88 چی بوده و اینکه آقای موسوی اومده روی کار و با اون اقدامی که آقا قبل از اینکه یعنی زمانی که شایع شده بود آقای موسوی میخواد بیاد روی کار و اون اقدامی که حضرت آقا انجام دادن و خیلی مسائل دیگه، اینا همه عرضم به حضور شما بازگو میشه. پیشبرد فتنه، حالا به ظاهر فتنه که من امروز به این نتیجه رسیدم به ظاهر فتنه بود و تمام که میشه گفت خیلی از اغتشاشات خیابونی، ورود به منازل و خیلی از اوباشگری ها توسط خود نیروهای امنیتی انجام میشد. اینو من با دلیل و سند و مدرک عرض میکنم. از این به بعد عرضم به حضور شما رأیگیری های مجلس شورای اسلامی برای آقای دکتر طاهری فرزند آیت الله طاهری که به چه صورتی ایشون رأی آوردن، جناب آقای دکتر نظریمه که عرضم به حضور شما ایشون چجوری رأی دادن، چه درباره و چه درباره دوم که هنوز درگاه دکتر نظریمه در 3 حوزه برگزار میشد، هنوز 2 تا حوزه دیگه رأیاشونو از صداها نیاورده بودن، از صداهای رأیگیری نیاورده بودن. ایشون داشتن تو شهر خودشون همه رو برای فردا شب شام دعوت میکردن که آقا ما رفتیم مجلس. ایشون گویا ولله غیب السماوات و الارض در ایشون مصداق کامل داره و در اطرافیان ایشون و حتی برای بار اول که نظر مستقیم آقای دکتر متکی روی این موضوع بود و ایشون با خیلی ها در اون مناطق، اینو من مفصلا اینا همه رو مفصلا در ویدیو بعدی عرض میکنم. عرضم ها مخصوصا این ستاد امتداد مهر آقای احمدی نژاد، ستاد امتداد مهر آقای احمدی نژاد که به ظاهر به عده‌ای از مردم یه پارچه‌ای میدن جلو خونه خودشون بزنن آقا مثلا اینکه ستاد مردمی آقای احمدی نژاد، مردم دارن هزینه آقای احمدی نژاد. ما به هیچ عنوان برای تبلیغات خودمون هزینه‌ای نکردیم، ولی من میدونم این هزینه ها از کجا می اومد، از کدوم کانال وارد ستادهای انتخاباتی میشد، پول من و شما امثال. و عرضم به حضور شما اصلا علت روی کار آمدن آقای موسوی چی بوده؟ این اساس رأیگیری 88 برای ریاست جمهوری چی بوده و اختلاف صندوق هایی که رأی ها با هم اختلاف صندوق، یعنی مجلس صندوق رهبری، خبرگان رهبری و صندوق ریاست جمهوری، این یک رأی رو داشت، این یک رأی رو داشت. و حتی میتونم یک نمونه خیلی کوچیک رو عرض کنم که یک سری از ماموران امنیتی وارد یک منزلی میشن در یک از این شهرستان ها و میبینن که یک صندوق اونجا هست و داره پر میشه. عرضم به حضور شما میان که خلاصه اقدامات خودشون انجام بدن، دستور میاد از بالا حالا نباید جو را متشنج کنیم، بررسی خواهیم کرد، حالا بذارین رأیگیری به نحو احسن انجام بشه. و البته این شاید خیلی موضوعی که بچگانه باشه، ولی من دقیقاً عرض میکنم به چه صورت، به چه نحو، به چه شکل و در چه شهری و در چه خونه‌ای و در بین چه کسانی بوده. عرضم به حضور حتی چراغ سبز اولیه آقا برای به روی کار آمدن آقای موسوی، مردم اومدن توی خیابونا داد زدن آی رأی ما کو. من میدونم رأیشون کجا رفت. میگفتیم
انقلاب نباید به چالش کشیده بشه. یک سری باورهای غلطی رو برای ما انجام در ذهن ما جا انداختن، برای ما قالب کردن، برای ما اونها رو آرمان کردن و امروز من به این موضوع رسیدم که تمام باورها و تمام آرمانهایی که برای ما ساختن ریشه در لجنزار داره و تمام اونها توش و تو خالیه. کسانی که میان دم از تقوا و دم از مملکت امام زمان میزنن ولی بدترین جنایت ها رو دارن، که من مستند عرض میکنم تمام اینها رو به طور مستند و با مدرک و با استدلال عرض میکنم و خیلی مطالب دیگه که چرا این، چرا اون، این چی شد، اون چی شد. شاید یک سری مطالب کلی رو در رسانه ها قبلا پخش شده باشه ولی من با جزئیات از این به بعد میام عرض میکنم. چیزیه که فقط من میتونم انجام بدم و اونم باز کردن دهنم و اون چیزهایی که در مغزم هست رو به لسان بیارم و بتونم یک چراغ رو روشن کنم. همین. نه قصد دارم به کشوری پناهنده بشم. البته برای هر نیروی امنیتی تاریخ مصرفی وجود داره. شاید تاریخ مصرف من تموم شده بود ولی من با اون آرمان‌های غلط خودم جوونیمو، زندگیمو، هستیمو، خانواده‌مو، دوستانمو، اطرافیانمو همه رو پای انقلاب گذاشتم. همه اینها رو من پای انقلاب گذاشتم. از هیچ عنصری برای خدمت به نظام و خدمت به انقلاب و خدمت به رهبری فروگذار نکردم. ولی امروز به این باور رسیدم تمام آرمان‌هایی که من برای خودم ساخته بودم، تمام شعارهایی که در ذهن خودم اونها رو پرورش داده بودم و تبلور ذهن من بود برای دیگران، همشون ریشه در لجنزار دارن و فقط برای فریب حتی امثال ما که در دستگاه امنیتی کار میکردیم. امروز من به این نتیجه رسیدم. نمیخوام به کشوری پناهنده بشم، برای من اصلا مهم نیست. همین که میتونم این توان رو خدا به من بده بتونم افشاگری بکنم برای من بسته. هیچ امتیازی نمیخوام، هیچ معانی نمیخوام. البته تمام کسانی که تاریخ مصرفشون تموم میشه به خاطر اینکه یه انگی بهشون بدن، یک برچسبی بهشون بزنن. یک روزی ما داشتیم فیلم سعید امامی رو نگاه میکردیم، شکنجه خانومش و اینها رو. یک شخصی حالا تو اون فیلم برمیگرده میگه یعنی شما فکر میکنید ما 20 سال در وزارت اطلاعات خدمت کردیم تمامش خیانت بوده؟ گفت بله. طرف برمیگرده میگه چرا؟ ما چند نفر بودیم داشتیم این فیلم رو نگاه میکردیم، یکی از این مقامات امنیتی هم بود. من این واسه من ذهن من سوال شد، ازش پرسیدم چرا این چرا رو گفت به خاطر اینکه وقتی تاریخ مصرف هر کس تموم میشه یا همجنس بازه یا مرتده یا جاسوسه یا عامل اجنبیه یا خلاصه من یه برچسبی بهش بزنم. من امروز تمام شایعاتی رو که در شهر به طور مزخرف از کانال خود سرویس‌های امنیتی خارج شد برای تشویش اذهان عمومی و برای تبرئه کردن خودشون، همه رو صراحتاً رد میکنم. من برای این نظام از هیچ عنصری فروگذار نکردم. از اطلاعات نیروی انتظامی اینو میدونه، از اطلاعات سپاه اینو میدونه، بچه‌های وزارت اینو میدونن، همه اینو میدونن و همه هم منو میشناسن و همه هم میدونن من چه مأموریتایی رو انجام دادم. من شاگرد خوبی بودم. درسمو به خوبی یاد گرفتم و امروزم بلدم چجوری استیفای حق خودم رو انجام بدم. از هیچ عنصری فروگذار نمی‌کنم. از این به بعد خانواده من زمانی که وارد دستگاه امنیتی شدم قید خانواده خودم رو زده بودم. برای هر ستاشون شمع روشن کردم، پدرم، مادرم و برادرم. خبرشون بیاد نیاد برای من اصلا مهم نیست. برای من هیچ چیز مصداق نداره. برای من هیچ آرمانی دیگه در حکومت نظام نامقدس اسلامی وجود نداره جز استیفای حق خودم، جز اون شکنجه هایی رو که به ناحق شدم، جز اون فشارهایی رو که به من، به خانواده‌ام، به اطرافیان من، مادر منو بازداشت کردم به خاطر اینکه من برگردم. آخه من نمیدونم شما فکر میکنید من کیم؟ خودتون به ما بی‌عاطفه بودن و یاد دادین، خودتون به ما بی احساس بودن و یاد دادین. مادر منو بازداشت میکنید، خب بکنین. اون روزایی که خانواده من گریه میکردن، من لط و پار میامدم خونه، اون موقع من قید خانواده خودم رو زده بودم.
برای من دیگه چیزی تو ایران وجود نداره. وجودم داشته باشی دیگه بر نمیگردم. به هیچ عنوان از هیچ عنصری هم فروگذار نمیکنم. برای تمام زجرها و برای تمام زحمت‌هایی که برای انقلاب کشیدم و امروز اینطور دارم مزدشو میگیرم، فقط یک کار میتونم انجام بدم. هیچ پاداشی هم نمیخوام، هیچ پناهندگی هم هنوز اعلام نکردم به هیچ کشوری، به هیچ عنوانم نمیخوام. من فقط میخوام افشاگری کنم، حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه، حتی اگه به هر قیمتی منو مصلحم بکنن، ولی قبلش تمام چیزهایی که در ذهن خودم دارم، تمام مواردی، تمام مأموریت‌هایی که رفتم، تمام کارشکنی‌هایی که کردم، تمام کسانی که اطلاع دارم چه کسانی رو بیوه کردن، چه بچه‌ها رو یتیم کردن، چه حقایی رو از مردم خوردن، چه کارشکنی‌هایی رو کردن، چه لعنت‌هایی که برای خودشون درست کردن، همه رو افشا می‌کنم. به هیچ عنوان از هیچ عنصری هم فروگذار نمی‌کنم، تحت هیچ شرایطی. من جوونیمو گذاشتم، من حسمو گذاشتم، من خانواده‌مو گذاشتم برای باور، برای آرمان. ولی امروز خیلی سخته بفهمی بعد این همه مدت تمام باورهایی که داشته غلط بوده، تمام باورها ریشه در لجنزار داشته. یک عده شهید پرور شهید نشو حکم میدن برای انجام این مأموریت‌هایی. بر شهید که میشی تبریک و تسلیت میگم به خانواده‌ات. حکم ایستشو دادیم به تمام نیروهای نظامی و امنیتی، ببینن نبیننش ایست نمیکشن، میزنن. خب بزنن، ما خیلی وقت مردیم. کسی که نه احساس داره، نه خانواده داره، نه عاطفه داره، به نظر شما زنده است؟ مرده. من امروز هیچ چیزی نمیخوام خودم رو تو رسانه ها مطرح بکنم، نمیخوام سوء تفاهمی برای کسی ایجاد بشه، نه منم هیچی نمیخوام، فقط میخوام افشاگری بکنم، بس سلام. و اینو دارم به عنوان یک پیام به کلیه شما ابلهان آلانیزگر سرویس های اطلاعاتی میگم که این مصاحبه رو میبینین و آنالیزش میکنین. میخوام اینو به شما بگم. من الماسی رو تو دست خودم داشتم. یه شخصی چند روز پیش به من یک پیامی داد. گفت یک انسان، یک آدم وقتی یه الماس تو دستشونه قدرش رو نمیدونن، دلار میشن، این الماس قل میخوره میره توی چاه، گردوان پوک از آب در میاد، آخر سر یه گردوی پوک میمونه، یه دهن باز، یه دنیا حسرت. اما من میخوام یه چیزی دیگه بگم. امروز اون الماس رو من دیگه ندارم. اون الماس حق من بود، اون الماس سهم من بود، اون الماس مال من بود. شما همه چیه منو گرفتین. برای استیفای حق خودم از هیچ عنصری فروگذار نمی‌کنم. شما زندگی من از من گرفتین، اعتقاد، باور، جوونی، عمری که رفته و دیگه بر نمیگرده از من گرفتین. عزت و شرفم از من گرفتین با باورهای غلطی که برای من ساختین و من امروز اونها رو استیفا میکنم به هر نحوی از آنها. چیزی که مال منه ازش نمیگذرم. شما که اینو میدونین. من مأموریتمو به نحو احسنت انجام میدادم، خیلی دقیق، شسته رفته و تمیز. امروز کمر بستم برای استیفای حق خودم. امروز بدون هیچ دلواپسی، بدون هیچ واهمه‌ای از ایران و تمام متعلقاتی که در ایران بود، اموال منو گرفتین، اشکال ماشین، خونه، زمین، پول، حساب بانک، همه چی منو گرفتین. فدای سر خودم. زنده‌ام، دارم نفس میکشم. همین که دارم نفس میکشم خدا رو شکر میکنم. خانواده من خدا بیامرزشون، هر ستاشون خدا بیامرزه. خیلی وقت بود من خدا بیامرز اینا رو خوندم. اما اون الماسی رو که از من گرفتین برای استیفای حقش از هیچ عنصری فروگذار نمی‌کنم، به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی. و برای استیفای حق خودم فقط یک کار میکنم، افشاگری میکنم علیه تمام جنایت‌هایی که شما انجام دادین. ما رو به زور به این کارا وادار کردیم و امثال ما هنوزم دارین سوء استفاده میکنین. تمام کارشکنی‌هایی که سرویس‌های اطلاعاتی دارن انجام میدن، سربازان گمنام امام زمان رو خر میکنین با این واژه‌ها، با این کلمات.
به انحراف میبریدشون. آخرشون میشن من، آخرشون میشن دکتر جواد، آخرشون میشن سعید امامی و خیلی های دیگه هنوز تو پرانتزم و اونها هم باید برگردن بیان اینجا و خیلی چیزهای دیگه. برای استیفای حق خودم و گرفتن اون الماس از هیچ عنصری فروگذار نمی کنم. لعنت خدا به شما، لعنت خدا به شما. انشالله در کلیپ های بعدی میبینیم چیه. با دلیل یک چمدون مدرک آوردن، رسواتون میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.